تا حالا فکر کردیم چرا مردان به سوراخ عقب علاقه زیادی دارن؟ دانشمندان بعد از کلی تحقیق بالاخره متوجه شدن که چرا مردان به سوراخ عقب زنان علاقه دارن. آقای پونت یکی از دانشمندان میگه که مردان به خاطر اینکه سوراخ عقب بسیار تنگه و به زور دودول داخلش جا میشه علاقه زیادی به سوراخ عقب دارن و یکی از دلایلش اینه که زنان وقتی در سوراخ عقبشون قرار میدی بسیار جیغ و واجیغ میکنن و این دلیل باعث میشه که مردان خوششون بیاد و احساس قدرت کنن. و اینکه مردان چرا از سوراخ جلو کمتر از سوراخ پشت خوششون میاد به این دلیله که سوراخ جلو بعد از مدتی گشاد میشه و دیگه اون لذت اولیه‌شو نداره. ولی خب سوراخ پشتم یک درد سرایی داره. درد سر اولش اینه که خشک و خشک واردش نمیشه دودول و باید از روان کننده ها استفاده کرد. و همیشه باید به یاد داشته باشید قبل از دودول به پشت کردن روان کننده به سوراخ بزنید. به پایان این ویدیو رسیدیم. لطفاً چنل رو ساب، زنگوله رو فعال و لایک کنید. الکی هم عده اونایی در نیارین که از سوراخ عقب خوششون نمیاد. خوشتون میاد، بدم خوشتون میاد، صداشو در نمیارید. تا درودی دیگر، بای بای.